برابر سلام، چطوری؟ تو خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو. میدونم شاید بگید چرا الان نورا اینجوریه، ولی یه سری دلایل داره و اون یه سری دلایل هم اینه که من میخوام بک‌گراند رو دیگه جدی میخوام واقعا عوض کنم برای همونه. اما این ویدیو که زنگ زد نه خوبه. توی این ویدیو اومدیم پارت دوم ترسناکترین چنل‌های یوتیوب که این دفعه خیلی ترسناک‌تره رو بهتون نشون بدم و اینکه حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید، چون یه ویدیوی فوق خفنه و هر چنلی ترسناکی خودشو داره و به ترتیب هم نیست. و اینکه حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید، زنگولش هم روشن کنید تا وقتی ویدیوی جدید گذاشتم سریعتر خبردار شید و بیاید ویدیوی جدید نگاه کنید. دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. من استودیو آزادی شدم، یه ور قرمز یه ور آبی. خب چنل اول یه چنل انیمیشنی که میاد انیمیشن ها که برای بچه ها ساخته شدن و یه جوره حالت سمتوری و ولی اون سمی که شما فکر میکنید حالا خنده دار باشه اینا نه، سم ترسناک و عجیب غریب میاد ازش میسازه. مخصوصا از کارتون جیمی نوترون که عکسش دارید تصویر میبینید. چقدر من بچه بودم از این کارتون بعدم میومد. و یه تعدادی هم فکر کنم از باب اسفنجی هم ساخته، ولی باب اسفنجی خیلی خوب. و همونجوری که گفتم و الان دارید میبینید یه سری ویدیوهای خیلی عجیب میاد از کارتونا میسازه و اصلا مفهومش هم معلوم نیست و خیلی بعضاش هم خیلی ترسناکه. محبوب ترین ویدیوی این چنل اسمش هست ساعت شاد خانواده شاد جیمی نوترون که توی این ویدیو اصلا بابای جیمی همون شخصیت اصلیه دیوانه میشه. نمیدونم اصلا یک حالتهای عجیبی تو به ویدیو دست میده. جیمی میخواد پیتزا سفارش بده، کله بابای جیمی با پیتزا قطع میشه، بعد بابای جیمی مامان جیمی میکشه. اصلا یک وضع عجیب غریبی و میگم واقعا اصلا نه مفهومی نه توضیح داره نه اصلا قابل تشریحه که من میخوام براتون بازش کنم. فقط وقت و الکی هدر میدم اینجوری. Father son bonding. Bond with me, Jimmy. خارجه ما ایرانی‌ها رو دست کم گرفتن. ما خودمون از اینا زیاد داریم. یه نمونهش این. سرعت رپم عشق ماست، درای رپی تو بسته شده به من باز. سرعت رپم عشق ماست، درای رپی تو بسته شده به من باز. خب برعکس اولین چند رو یکم ملو شروع کردم که یکم آدرنالینتون یک کم بیاد بالا و بعد از این چنل به بعد میخوب بشید. میخوب چیه؟ میخوب بشید. این چنل رو خوب گوش بدید چون دو تا چنل مربوط به همه. یه چنل قدیمی تو یوتیوب هست که توی قدیم فعالیت میکرده که اسمش ماربل هورمنته. تو این چنل والا من موضوع چنلش رو نفهمیدم، فقط چیزی که میدونم اینه که چیز عجیب غریبی نمیذاره و توش آدم هست و ویدیوهاش یک حالت ولاگتوری عادیه. حالا این چنلی که میخوام بهتون معرفی کنم توی پارت قبلی و سومین ویدیوی چنلم گفته بودمش. خیلی هم ویدیوهای اولم سم بود ولی اون موقع از اصل جریان و اصل قضیه باخبر نبودم. اسم این چنل همونطوری که هنوزم یاد نگرفتم اینه. این چنل میاد با یه سری ویدیوهای خیلی عجیب و ترسناک و مرموز میاد به سوالای ویدیوهای چنل ماربل هورمنت با یه حالت عجیب غریب و ترسناک جواب میده. اگه نفهمید بذارید با مثال توضیح بدم که کامل متوجه بشید. برای مثال چنل ترسناک یه ویدیویی داره به اسم احترام که این ویدیو احترام جواب نهمین ویدیوی چنل ماربل هورمنته. حالا شاید بگید مهدی اسپریت چجوری به این قضیه پی بردی؟ الان بهتون کامل توضیح میدم. توی نهمین ویدیو چنل ماربل هورمنت یه قسمتش یه نفر از یه نفر دیگه سوال میپرسه که از زمانی که برگشته واقعا دور به نظر میرسید. دقت کنید کلمه کلیدش دوره. دور. چند بار گفتم تو ذهنتون کامل بره چون باید از اینجا به بعد خیلی درکتون بالا باشه. البته اگه من فهمیدم شما هم میفهمید 100%. پس چی شد؟ کلمه کلیدش دور بود. حالا توی ویدیو احترام که مال چنل ترسناک است کلا ویدیو زیر 20 ثانیه است و اولش با یه سری تیره خطا شروع میشه که به صورت ستونی و عمودی و افقی هم هست. چند بار این تیره خطا رو نشون میده و آخر ویدیو کلمه کلوزلی رو مینویسه، یعنی نزدیک. اگه شما این تیره خطا رو به این صورتی که من میگم بشمارید به ترتیب 12 15 و 11 تا تیره خطه که الان توی ادیت ستاشو کنار هم گذاشتم که براتون راحت تر باشه درکش. حرف 12 11 و 15 حروف انگلیسی به ترتیب L O K هستش. اگر شما به همین ترتیب بیاید این حروف رو کنار هم بذارید
میشه کلمه لوک، یعنی نگاه کن. حالا شما اگه کلمه کلوزلی که آخر ویدیو بود رو کنار این بذارید میشه لوک کلوزلی، یعنی از نزدیکتر نگاه کن. توی اون ویدیو کانال ماربل هورمنت چی نوشته بود؟ کلمه کلیدش چی بود؟ دور. یعنی اون گفته دور، این گفته از نزدیکتر نگاه کن. امیدوارم منظورم گرفته باشید. چنل بعدی اسمش هست سیارک. چنل سیارک 700,000 تا سابسکرایب داره. من نمیدونم اینا کیان که میرن همچین چنل ها رو ساب میکنن. واقعا 700,000 من نمیدونم. توی شروع ویدیوهای چنل سیارک خیلی همه چی اوکی و نرمال و حالا هر چیزی که هست به شکل نرمال خودشه. مثلا حالا یه حیوانی باشه، یه آدمی باشه، یه تلویزیونی باشه، یک کاسه توالیتی باشه، اصلا هر چیزی حالت نرمال خودش داره. بعد چند ثانیه یه اتفاقات عجیب و ترسناکی برای همون چیزی که حالا با اون ویدیو شروع شده اتفاق میفته که این اتفاقا واقعا یه جوری هست. ترسناک‌ترین ویدیوش اسمش هست یه چیزی. یه ویدیوی سیاه‌سفید و سبک کلاسیک که اولش با یه سری آدم شروع میشه و توی ادامه همچین اتفاقاتی که الان دارید توی تصویرم میبینید براشون اتفاق میفته. اینا کیان صاحباشون؟ من هدف چیه؟ اینا که مانیتایز فکر نکنم بشن. وای فکر کن یوتیوب اینا رو مانیتایز کنه. وای. بعد جالب همه این چنل‌هایی که الان بهتون میگم همشون یعنی مثلا ماره 5-6 سال پیش، 4 سال پیش، خیلی قدیمی هن. اما از این بحثا که بگذریم، اسم چنل بعدی هست اسمایل ویت می، یعنی با من بخند، که هر ویدیو این چنل از ویدیو قبلیش ترسناکتر، مرموزتر، عجیبتر و دارکتر، کلا همه چیز اصلا یک ویدیوش یک وضع بدیه. یه ویدیویی داره که داره میره که یه دری رو باز کنه که قبل از اینکه اون در رو باز کنه 2 تا جمله روی تصویر میاد. اولین جمله اینه که کور شده توسط بهشت، یه چیزی ادامهش داره، حالا فوش نمیخوام بگم. دومین جمله هم که میاد اینه که من از سوراخ کلید دارم تماشا میکنم. حالا کیو تماشا میکنه خدا میدونه، منو، شما رو، تو، ما رو، کیو. ولی نترسید مهدی اسپریت پیش شماست. من خودم یکی بعد من رو جمع کنم. اما بعد از اینکه این جمله ها میاد و این اتفاقا میفته، ویدیو با همچین چیزی تمام میشه. چنل بعدی اسمش هست مای دارک ژورنال. طبق ویدیو این چنل این بنده خدا همسرش توی هولوکاست کشته شده. هولوکاست یک کشتار دست جمعی توی جنگ جهانی دوم بوده. همسر ایشون توی هولوکاست کشته میشه و این بنده خدا تصمیم میگیره که با اسلندرمن معامله کنه. بله شاید خیلی براتون عجیب باشه، من خودم برام خیلی عجیبه، ولی خب حالا تصمیم میگیره که با اسلندرمن معامله کنه و از اونا انتقام بگیره و از مرگ همسرشو برگردونه. خودم منظورشو نفهمیدم ولی نمیدونم خودم. بچه راستی تا حالا فکر کردید که مثلا مرگ یه بیماری باشه که براش درمانی وجود نداشته باشه؟ من خیلی به این قضیه فکر میکنم و به نظرم یکی از تئوریایی که خیلی رو مخ آدمه. یعنی یه شب من تا صبح نشستم به این قضیه فکر کردم. شاید با خودتون بگید چقدر اسکلیه و فکر کنم حقم دارید دیگه. اما از بحث دور نشیم. ویدیوهای این چنل بسیار ناراحت کننده و ترسناک و عجیب غریبه. همین چنل مای دارک ژورنال. ناراحت کننده ترین ویدیوشم که توش اسلندرمن هم هست، یه ویدیوی به اسم اوبی که توی این ویدیو در حالی که اون مرده تحت کنترل اسلندرمنه میخواد خودش رو از زندگی محروم کنه. نمیخوام اسم اون کلمه رو بگم ولی اگه بخوام ادبی تر نگم میشه میخواد خودش رو پخ کنه. خب بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ آخرین چنل، حتما توی کامنت ها برای من بنویسید که از کدوم ویدیوی من با من آشنا شدید. همین دیگه، همین رو بنویسید. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. اما بریم سراغ چنل آخر. چنل بعدی هم یه چنل انیمیشن توریه که اسم این چنل هست منو بغل نکن من میترسم. همونجوری که گفتم این چنل هم یه حالت انیمیشن توری داره و ویدیوهاش مخصوص بچه‌هاست ولی اصلا برای بچه‌ها مناسب نیست. جدی دارم میگم. چون اصلا یه سری حرکات خیلی عجیب غریب و همونجوری که الان دارید میبینید توش اتفاق میفته و اصلا یک ویدیوهاش یک فاز نامشخصی داره که به خاطر کپی رایت من نمیتونم زیاد بذارم، هرچند که فکر کنم آخرین ویدیوش خیلی قدیم بوده. اینم یادم رفت بگم، این که
لینک همه چنل‌ها توی دیسکریپشن هست. خب برعکس دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. اگه ویدیو رو تا اینجا نگاه کردی با معرفت ترین آدم توی کره زمینی. اگه هم ویدیو رو تا اینجا نگاه نکردی از این جمله من محروم شدی و خب 100% این جمله به تو نمیرسه و تقصیر خودته، ولی همین جمله ها رو هم الان تو ندیدی. به هر حال دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو دیدید. اگر از ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت انگلیسی بذارید صحبتتون نریزه، سابسکرایب کنید، زنگولش هم روشن کنید تا وقتی ویدیوی جدید گذاشتم سریعتر خبردار شید و بیاید ویدیوهای جذاب و دیدنی زیبا گذاشتم توی چنلم رو نگاه کنید. دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو دیدید. گودبای.